اینجا شوگر بادیه. مراقب ماموزای بزرگاتون باشید. میشه اسمتون رو به همون بگید؟ من مهدی هاشمی هستم. مهدی میشه یه خاطره از بچگیتون برام بگین؟ من بچه قیطری چیزر هستم. زمستونای اون موقع ها خیلی در این منطقه برف می آمد، شاید برف به 1 متر هم میرسه. در نتیجه رو تپه های قیطریه این خارجی ها تو ایران زیاد بودن، مخصوصا آمریکایی ها اینا می اومدن اونجا اسکی میکردن. آره، ولی من چون ما اسکی نداشتیم و از در حقیقت اونجا یه روستایی بود و این حرفا، پاهامون کفشای گالشی بود که بسیار تیز بود. بعد من خودم با این گالشام از روی این تپه‌ها اسکی میکردم، از اونها جلو میزدم. و اینا جایزه برای من خریدن، برای من جشن گرفتن که این با این کفش ساده از بچه این روستایی از من آمریکایی جلو زده. این خیلی برای من جالب بود. این مال خاطره‌ای بود که همیشه تو ذهنم هست. بهتون جایزه اسکی ندادن؟ نه اسکی ندادن، ولی اونا مثلا لباس میدادن. اسمتون رو به ما میگین؟ سیروس. یه روز صبح خیلی کوچیک بودیم، اون موقع میرفتیم نون میخریدیم هر روز صبح برای خانواده. بعد برگشتم سمت خونه. بعد اون موقع خیلی کوچه ها خلوت بود، سگا دنبالم کردن، هرچی ای در خونه رو میزدم، هیچ کس در باز نمیکرد. چون صبح خیلی زود بود، ساعت 6 صبح بودش اینا. هیچ کس چقدر وحشتناک بود. انقدر دویدیم هی رفتیم اومدیم تا خلاصه در وا کردن، انقدر زدیم به در. نخوردنتون؟ نه. خوشبختانه بقوم هم که جون سالم به در بردیم. خب میشه اسمتون اول به همون بگین؟ من آزاد هستم. 12-13 سال اون بوده. 5-6 تا بعد دوستان جمع شدیم رفتیم مشهد. از طرف مدرسه؟ جان؟ از طرف مدرسه؟ خودمون رفتیم. یه هتل اجاره کردیم. شب که اومدیم هتل انقدر شروع کردیم و کشتی گرفتیم و سسته کردیم که بعد وسط کار رفتیم بالا یخچال. اون موقع اتاقا چیزی یخچال نداشت. توی راه رو بود. قایم شدین؟ قایم نشدیم، نه خیر، از بالا رفتیم بچه‌هامون هندوانه‌های مردم دزدیده بود. خب اسمتون رو به من میگین؟ داوود. من خاطر فوتبالی دارم. من و برادرم تقریبا همسن بودیم. حالا شناسامون رو با هم گرفتن. Few moments later. بعد اختلاف 9 ماه 10 ماه داشتیم. 1 hour later. شیر به شیر میگن. توی جنوب شهر زندگی میکردیم، عاشق فوتبال هم بودیم. بعد یه زمین خاکی بود که ما میرفتیم برای تماشا. خب خیلی دوست داشتیم توپ چرمی داشته باشیم. پشت این زمین فوتبال یه دونه کارخونه سرامیک سازی بود. ما میرفتیم تو داخل حیاط این کارخونه سرامیک سازی وا می‌ایستادیم، توپو که می‌شیدن اوت میشد میافتاد تو حیاط، برمی‌داشتیم در می‌رفت. بعد خب این فوتبالی‌ها میشناختن خونه ما، نیمه در رو می‌زدن. مادرمو می‌خواستن گفتم به بچه‌ها رو توپ ما رو بده، می‌دونیم اینا آوردن. این خاطره است که همیشه تو ذهنم مونده. اگه برگردین به دهه 20 سالگیتون چه کاری متفاوت انجام میدین؟ ببینید من دیپلم ریاضی گرفتم، رفتم خلبانی. و 1000 سال دیگه هم اگه تاریخ برگرده من همین راه میرم. عاشق خلبانی بودم و خیلی هم موفق بودم تو خلبانی. بله. خیلی هم دوستش داشتم و این کارم خیلی خوب انجام دادم. تلاش، کوشش یکی از محرکه های سن 20 تا 30 سالگی هست. این فکر من هستش اینا. حالا شاید دیگران بخوان راحت زندگی کنن، راحت زندگی کردن به این راحتی ها نیستش. اینها تلاش میکنن. ازدواج که چرا من ازدواج میکردم؟ من نه 20 سالگی ما فقط یه بختر میشدم. ازدواج هم میکردم. من تو سن 25 سالگی ازدواج کردم. احساس خوشبختی هم میکنم. الان بیشتر کار
مهمتره تا درس نسبت به شما. اگه شما الان گرفتی کاسب شده بودی به مراتب بهتر از این بود که اگه تحصیلات خودش داره به الان بهتره کار تا تحصیلات. ازدواج نمی‌کنم، دوباره میذارم از ایران میرم. واقعیتش و اون کاری که الان داشتم داره دیگه تمامش، اون کارم انجام نمیدادم. پس بچه‌ها ازدواج نکنن. ازدواجم سخته، مسئولیت به گردن آدم میفته. الان نشستم اینجا یه دارم فکر میکنم، الان دخترم، نوه دارم، زندگی همه مشکلات داره. اگه نبودن اینا من مشکلاتم 10% بود، اصلا مشکلاتی نداشتم. هی فکر میکنم برای کارشون، برای زندگیشون، برای پیشرفتشون، برای پسرم، برای دخترم، برای همسرم. مشکلات زیاده. درسته مسئولیت آدمو میپذیره اما خب خیلی سخته.